عشق یک لحظه گفتار شما اوه دوستان عمر روان میگذره گرگالی کو گرگالی در خدی وحدت های اوه اون چی میزنیم اخیر دا دوستان صدقه دیدار شما این همه دولت بیدار شما. سلام دوستای یوتیوبی ما подписчикای یوتیوبی ما هر یکی دوری خودش داره دوستای عزیز چخیلی که یک زمانی بود مایلگین بود بعد مایلگین одноклассник برومد بعد одноклассник مثلا وایبر برومد بعد واتساپ برومد بعد تلگرام خیلی دیگه همش ما چخیلی که یوتیوب دا подписчик جمع کردیم و مثلا کلیپ بناور میگرفتیم کینو بناور میگرفتیم مثلا صحنه‌های حجوی میکردیم در یوتیوب میپرداختیم و همون حساب مبلغ جمع میکردیم. خب بعد اینستاگرام با موضوع داشت دیگه همه مردم سوی اینستاگرام چم یوتیوب اینستاگرام دا آدم فعال بودن بسیارتر در اینستاگرام بودن حوزی اینستاگرام هم میدروی سلابیای آدمو یوتیوب دام آدمو کم یعنی که سلابیای حوزی موضوع دا تیک توک برادر عزیز ما روزی تیک توک ای سال 2019 شدم 2020 قریب که 100,000 подписчик دارم در تیک توک راستی گم حوزی همه تیک توک میدروی آدمیزاد انمی خیلی همه زن و مرد و کودک و مسفت در همه تیک توک با قدرت خدا همه تیک توک در این هم خیلی ریختگی و تیک توک بسیار برادر سوال میتن که هم تیک توک پل میگیرین شما تیک توک پل میگیرین تیک توک فقط همه پل میتن که در پرامو افیر میشینی پرامو افیر در صحبت میکنی و دوستات برادرات подписчикات مقصد نفرانی که ای طرف شما اونجا دو کس باتل میبروی بازی میکنی انا ای طرف شما بودگی مقصد یکم گل میزنن یکم توفه یعنی که یکم پدرکه میزنن همون پدرکه مایده پل جمع میشه مثلا یه هفته در یه ماه تو میتونی که یکم سم جمع کنی و بگیری تیک توک هم فایده داره عین حال فایدهش همینه که مثلا بازی میکنی روبرو میستی بازی میکنی پل کار میکنی نفرانی که میخوان پول کار کنن که مثال بخوان که در تیک توک بشینن پول کار کنن شما میتونین که توجیک بدن اختون فراموش نکنین مدنیت توجیکی را در همین سایت اجتماعی تیک توک نشان داده بتونین که اینجا تمام نمود ملت ها هستن ای تمام روی دنیا در تیک توک ششتگی هستن مرحمت کنین بدروین مقصد بازی کنین کمی هم که باشد سوم کار کنین مقصد زنده و سربلند باشه دوستای عزیزم aynı zaman modada TikTok. Pingvinga modada برومد رفت مایمون هم که قطعش یک لفته که مایمون دیگه بود او هم مودا برومد رفت حوزی مودادا TikTok های برادر عزیز زنده و سربلند باشید همه وقت تاجیکستان ما پیش خداوند نگهبان.